بصیر احمد نام دارد، یک از کولرسازان شهر فرا است. او 2 ماه قبل به خاطر تفریح با دوستانش به ولایت هرات سفر کرده بود. او در آنجا به ویروس کرونا مصاب شد. اون وقتی که من مریض شده بودم و وقایع میکردم و در خانه خود قرنطین کرده بودم تا نتیجه آمد. نتیجه هم که آمدم اونجا خانه قرنطین بدم، بعد رفتم شفاخانه اونجا قرنطین بدم. شکر خدا از خانواده کس را نگرفته. بصیر احمد میگوید بعد از این که از تفریح آمد، علائم از تب، سردردی، سرفه و جاندردی در وجودش پیدا شد. نزد دکتر رفت و دوا گرفت. اما زمانی که دکتران کووید 19 از او تست گرفت، تستش مثبت بود. مردم باید در حفظ محیط زندگی خود کوشا باشند، چون یک ویروسی کشنده است، در تمام جهان است و انشالله که ما افغانستان مردم مسلمان هم از ویروس نجات یابیم. بصیر احمد نمونه از افراد شفایاب شده است که موارد قرنطینه و رانمودهای صحی را جدی گرفته و دوباره به کاروبارش برگشت. مسئولان صحی فرا میگویند تمام افراد مصاب شده به ویروس کووید 19 در این ولایت تاریخچه سفر به ولایت هرات داشتند و در آنجا به ویروس کرونا مبتلا گردیدند.